دوستان نهایت گرامی، آمدیم به شهر نو کابل. این بار از جایی که بعد از چاشت است و حاصل وقت بازار شهر نو همین وقت است. بیربارش هم لبو رو ببینیم. لبو اولای وقتی که آمد دوستان از این گوریگک ها یک ذره وحشتناک رقم هستن. در اول بسیار تو ترند بودن و بازار گرم کرده بودن. وقتی یک کاپی هایش آمد و زیاد شد دیگه. بازار دوستان عزیز قدر جمع جوش زیاد البته نظر. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان با خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، آمدیم به شهر نو کابل. این بار از جایی که بعد از چاشت است و حاصل وقت بازار شهر نو همین وقت است. بیربارش هم همین وقت می باشه. بازم اونقدر بیربار نیست امروز، شاید چون روز شنبه هست به او خاطر بیربار نیست. پارک شهر نو هم دوستان عزیز در بازسازی قرار داره و بازسازی میشه. یک میتونین خودتان تغییرات شاید یک از این قسمت بیننده باشین. ببینید در حال بازسازی هست پارک شهر نو. دروازه اصلیش هم که از این طرف از دوستان عزیز بسته است دیگه. طرف موبایل فروشی هست، کافه هست، رستوران ها هست. دوباره بیاییم در پیاده رو. زیادتر شورما فروشی هست دوستان از این طرف. شورما زیاد است. یا جوس روز پیروزی هست که به انگلیسی هم نامش دیگه چیز میشه. از جایی که همه جای گفته که هم باید انگلیسیش نوشته باشه هم فارسیش. فارسی دیگه شرط است. از وجه دوستان عزیز همه جاها فارسی همه اسمشان نوشته میکنن. حتی رستوران مشهور سلایس به فارسی نوشته کرده بغلش توته. لبو رو ببینیم. لبو اولای وقتی که آمد دوستان عزیز این گوریگک ها یک ذره وحشتناک رقم هستن. در اول بسیار تو ترند بودن و بازار گرم کرده بودن. وقتی یک کاپی هایش آمد و زیاد شد دیگه بعد از او ارزش خود از دست داد. البته در افغانستان کسی اونقدر به این چیزا توجه نمیکنه اصلا، یا زیادتر در خارج ترند میشه. در افغانستان یا مردمای افغانستان شوق و علاقه به تو چیزای عادی و سردست ندارن دوستان عزیز که بگیرن یک مقدار بسیار زیاد از پیسه خود به یک گودی بتن. در یک کشورها خب بسیار قیمت فروخته میشه. در افغانستان هم قیمت ترینش مثلا که قیمت باشه همون 500 افغانی مثلا کسی به یک گودی نمیته. او بسیار که باز نگان دوست داشته باشن و شوقی باشن
و حرفش جداست. این در دوستان عزیز فروشگاه هست، فروشگاه بوت و لوازم پوشاک دیگه، لباس و جمپر و این همه چیزا. البته هتل ها هم هست، هتل هایی که مهمان ها میاین و اقامت میکنن با چند وقت. این مثلا هتل کابل سوتیس هست. یا فروشگاه لوازم سامسونگ از دوستان عزیز که نمیفهم بسته است، نه بسته نیست، اما قدر مشتری نداره. میوه خشک ببینیم. بازار دوستان عزیز قدر جمع جوش زیاد البته نداره مثل دیگر روزا. چرا این فروشگاه یکی من هم دوستان عزیز بسیار یک فروشگاه بزرگ پوشاک است، از لحاظ بوت و پوشاک لوکس. البته یه چهارنو کل چیزای دوستان عزیز چیزای لوکس زیادتر فروخته میشه، لیلامی و دست دو و این چیزایی جا اصلا نیست. همونطور که دوستان عزیز پیشتر بریم، در دست چپ ما کوچه گلفروشی هست و در دست راست ما هم کوچه مرغفروشی سابقه که حال دیگه انتیک فروشی میگنش. ما در اصل کوچه مرغفروشی از لوحه‌شم زده که کوچه مرغفروشی هست. اون دوستان عزیز کوچه مرغفروشی هست. کوچه شاب بوجان هم یکی از دوستای ما خواهش کرده بود که خیلی شک دیدن داشته باشیم که میریم در روزهای آینده در همون کوچه گلفروشی هست و ببخشید مرغفروشی، کوچه گلفروشی هم یعنی کوچه از دوستان عزیز که کوچه هم خوب صحیح بیلبار داره. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال ما سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین.
الله حافظ و مددگار همایتان.